آغاز به کار بخش بین‌الملل 33مین جشنواره بین‌المللی فیلم فجر، رویدادی که برای اولین بار رخ داد و بخش بین‌الملل به صورت مستقل برگزار شد. روز 5 اردیبهشت ماه و مراسم افتتاحیه این رویداد. مراسمی که با حضور عباس کیارستمی و کارگاه او و البته شوخی‌های کیارستمی حین ترجمه صحبت‌هاش رنگ و بوی دیگه‌ای به خودش گرفت. ورکشاپ‌های خارج از ایران در اینه که the difference with the workshops abroad is that ولی من یادم میره وقتی کوتاه حرف میزنم یادم میره I forgot when I speak too short. اما دیروز اولین روز برگزاری بخش بین‌الملل 33مین جشنواره فیلم فجر و آغاز رسمی نمایش فیلم‌ها بود. ساعت 11:30 صبح نمایش فیلم‌ها در پردیس سینمایی ملت شروع شد و رفته رفته به تعداد تماشاگران فیلم‌ها و هیجان جشنواره اضافه شد. اما در اولین روز جشنواره فیلم‌هایی از ایران، فرانسه، بلژیک و چین به نمایش درآمد و البته آثار کوتاه سینماگرانی از کشورهای انگلستان، استرالیا، بلغارستان، هنگ کنگ، اندونزی، ژاپن، ایالات متحده و البته ایتالیا. یکی از کارهایی که در اولین روز مورد استقبال تماشاگران قرار گرفت، روز مبادا به کارگردانی خانم فائزه عزیزخانی بود و البته فیلمی از نوری بیگل جیلان، کارگردان به نام ترکتبار، به نام خواب زمستان. جان سودا هم یکی از فیلم‌های اولین روز بود، محصول مشترک ایران و تایلند به کارگردانی فرامرز وکیلی و با بازی بازیگری تایلندی. درگیر این شدیم که یک روز ما مستند بین‌المللی کار کنیم و با مشترک با یک کشور دیگه ای. حالا اون کشور رو باید انتخاب میکردیم. بین کشورهایی که حالا کاندید بودن، تایلند و با توجه به شرایط مالی خودمون که حالا نسبت به بقیه کشورها ارزان‌تر بود و تحقیقی که انجام دادیم و سوژه جذابی که از لحاظ توریست بودنش برای ما داشت، نزدیک شدیم به این سوژه. ما با چند تا موضوع برخورد داشتیم که یه نفر درگیر پیدا کردن شوهر خودش بود که مشخص نبود از کدام کشور هم بود. به ما نتونست بگه، فقط ما متوجه شدیم که درگیر پیدا کردن شوهرشه و این باعث شد که جرقه اولیه تو ذهن ما زده بشه. Before I become actress in Thailand, ایشون قبلا دستیار کارگردان بودن تا 2 سال پیش و اولین و قبل از اون در سریال های تلویزیونی کار میکردن و خیلی متفاوت هست کار کردن با کارگردان تایلندی و ایرانی و یک تجربه خوبی بوده براشون. Difficult and different for me to shooting in film and Iranian production. در حاشیه نمایش فیلم‌ها، کارگاه‌های تخصصی سینما هم یکی از بخش‌های قابل توجه این رویداد بین‌المللیه. But in recent years I have taken a particular interest in co-productions. اما توی چند سال گذشته خب علاقه خیلی خاصی به تولید مشترک پیدا کردم. So bear with me. This will be, I would like it to be interactive. So when I have finished this first presentation, I would like you to ask questions. و من خیلی دوست دارم که این رو
با هم دیگه برگزار کنیم. پس بعد از ارائه اولم حالا سوال چیزی بود در خدمتتون خواهم بود. Bueno, tenía ganas de estar aquí en Irán, el festival vuestro, fantástico, y vamos a ver si se va abriendo un poco. و البته حضور یکی از مدیران شناخته شده شبکه‌های رادیویی از کشور اسپانیا برای پوشش بخش بین‌الملل. Buenas tardes desde Teherán, desde la capital de uno de los países más hermosos del mundo. یکی از زیباترین کشورهای دنیا. Yo lo he visto y lo he conocido a través del cine. من این کشور را از طریق سینما شناختم. Y estoy dispuesto a ir conociéndolo a ver si tiene razón el cine. و میخوام ببینم که سینما واقعا اونقدر حقیقت داشته که ایران رو من معرفی کرده یا نه. Es un honor para la Radio Pública Española, para Radio 3, que es la radio cultural. برای رادیو ملی اسپانیا یک افتخار هست و رادیو شبکه 3 که رادیو فرهنگی که اینجا باشیم. Transmitir por primera vez desde Irán. و بتونیم از ایران برنامه پخش کنیم. Uno de los pueblos más desconocidos del planeta. یکی از مللی که به درستی شناخته نشده در دنیا. Y más injustamente tratados por los medios de comunicación de Occidente. و به شکل ناعادلانه رفتار شده به خصوص در رسانه‌های جمعی. Llevamos 20 años hablando del cine iraní. بیش از 20 ساله که در برنامه از سینما ایران صحبت می‌کنیم. عباس کیارستمی، tantos y tantos Farhadi و اصغر فرهادی و خیلی از مجیدی و از فیلمسازهای دیگه ایرانی. Majidi. Realmente es un placer para nosotros transmitir desde el festival más importante del cine iraní. و برای ما خیلی جذابه که بتونیم از مهمترین فستیوال ایران برنامه داشته باشیم. حضور سینماگران و هنرمندان خارجی در این رویداد یکی از نکات قابل توجه بخش بین‌الملل جشنواره فیلم فجر. همیشه میدونستن که فجر فیلم فستیوال با در واقع قسمت داخلیش همیشه با هم هستش، اینترنشنال و نشنالش با هم هستش و اینکه برای سال اول هستش که این اتفاق افتاده جدا شده. خوشحالم که در قسمتی در این جشنواره هستم. سوال بعدیم اینه که کشورشون چقدر سینمای ایرانو میشناسه، مردمشون چقدر به سینمای ایران آشنا هستن یا اگر نیستن فکر میکنن که لزومی داره که آشنا بشن؟ فکر میکنن که سینمای ایران در وقت طلایی هستش. از وقتی که فیلم جدایی نادر از سیمین در واقع تو اسکار مطرح شد، ایران یه قدمی دیگه برداشت برای سینما و اینکه در بخش جهانی هم سینما ایران شناخته شده است، ولی برای برگشت مالی فکر میکنن که هنوز در واقع به اون مرحله نرسیده که فیلم‌های ایرانی به برگشت مالی بتونه داشته باشه. اینم از حاشیه‌ها و اتفاقات اولین روز بخش بین‌الملل 33مین جشنواره فیلم فجر. اینجا همه چی خوبه، فقط معماری خاص محل برگزاری جشنواره یعنی پردیس سینمای ملت و جنب و جوش خاص جشنواره کمی عوامل اجرایی و اهالی رسانه رو خسته کرده. اونم مشکلی نیست، خاطره میشه. تا فردا شب و پوشش اتفاقات و حاشیه‌های دومین روز، خدا نگهدار.